آقای رونالدو، ای کاش هیچ وقت توی پرتغال به دنیا نمی اومدی. پرتغال قبل از به دنیا آمدن رونالدو یه تیم معمولی بود، یه تیم درجه 2 توی فوتبال اروپا. از 17 جام جهانی ممکن فقط 3 بار رسیده بودن و از 11 یورو ممکن هم فقط 3 بار حضور داشتن. اما روزی که کریستیانو رونالدو اولین بازی ملیش انجام داد، همه چیز عوض شد. 6 جام جهانی از 6 جام جهانی ممکن، 6 یورو از 6 یورو ممکن، نایب قهرمانی یورو 2004، چهارمی جام جهانی 2006، قهرمانی یورو 2016، قهرمانی لیگ ملت‌های 2019 و قهرمانی لیگ ملت‌ها در 2025. کریستیانو تاریخ پرتغال رو نوشت. از اون طرف آرژانتین قبل از اولین بازی لیونل مسی 14 قهرمانی کوپا آمریکا و 2 جام جهانی داشت. بعد از اولین بازی مسی این تعداد رسید به 16 کوپا آمریکا و 3 جام جهانی. آرژانتین قبل از مسی هم آرژانتین بود، بعد از مسی هم آرژانتین میمونه. اما پرتغال بعد از رونالدو دوباره تبدیل میشه به همون تیم معمولی، چون بزرگترین فصل تاریخ فوتبالش با اسم کریستیانو رونالدو نوشته شد.